در این مراسم که در ارگ انجام شد و در حالی که معاونین ریاست جمهوری و اعضای کابینه نیز حضور داشتند، وزرای جدید امور داخله و سرحدات و قبایل سوگند یاد کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله. سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته وظایف محمله را صادقانه انجام دهم. من الله توفیق. مبارک مبارک مبارک. پس از مراسم تألیف، حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای محمد عمر داودزی وزیر امور داخله و دکتر محمد اکرم اخپلواک وزیر سرحدات و قبایل وظیفهشان را تبریک گفته و به آنان در راستای خدمتگزاری به وطن و مردم افغانستان موفقیت آرزو نمود.